سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا پادکست برنده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم برای شروع ویدیو. سلام و درود. این ویدیو در مورد تست و تست زنی هستش. آقا چجوری برخورد کنیم باشون، عملکردمون چجوری باشه و اینکه در مواجهه با تست حتی چه کار بکنیم، از کجای به قول معروف سوال شروع کنیم، اصلا از داخل جواب‌ها شروع کنیم، گزینه‌ها چجوری تحلیلش کنیم و تمام این مسائل رو قراره در مورد تست ها امروز در موردش صحبت کنیم. بریم که داشته باشیم. اصلا تست چیه؟ تا حالا تست دیدی؟ ما دیگه طبیعتا ما کنکور دادیم و من اینا. تست ندیدم. شما تست ندید، چجوری قبول شدی؟ آره. خب تست چیه؟ شامل یک سوال و 4 تا گزینه است که خب به قول یک استادی میگفت که خب تست جوابش توشه دیگه، فقط باید انتخاب کنی. همون انتخاب کردن سخته. خب شامل یک سوال و 4 تا گزینه است که شما باید تیک بزنید، علامت بزنید و پاسخ بدید. ما 4 نوع تست داریم. تست آموزشی داریم، مروری داریم، زماندار و تست آزمون‌های آزمایشی یا کنکور داریم که هر کدوم متفاوتن، یک تعریف‌های خاصی دارن که می‌خوایم به اونها بپردازیم. خب تست آموزشی چیه؟ بحث آموزش دیگه. خب در رابطه با یادگیری بهمون کمک کنه. تست آموزشی من فکر میکنم چیه؟ تستیه که آقا در مورد آموزش دیدن، یعنی یادگیری ما قراره که توی این نوع تست ها اتفاق بیفته. به طور مثال آقا برنامه رو خوندیم، ویدیو قبلی بود دیگه، لینکش هم میذارم این بالا ببینید. پله ها رو ما مطالعه کردیم و حالا قراره که تست بزنیم از همون مطالبی که خوندیم. حالا یکم توضیح بده چجوری قضیهش، اصلا تست رو که بزنیم اصلا باید چجوری مواجه بشیم باش، چجوری داستانش. ببینید تستای آموزشی خب اسمش روشه، آموزش و یادگیری توش اتفاق میفته. این تستا رو 10 تا تست بزنید. یعنی مثلا سوال 1 تا 10 رو در نظر میگیرین، کتاب کمک آموزشی یا هر چیزی. بعد میایین این رو 10 تا تست میزنید. این چرا این رو ما 10 تا در نظر گرفتیم؟ هم یه تعداد معقوله و هم باعث میشه که شما جوابا رو فراموش نکنید. مثلا 30 تا رو با هم بزنید، بعد با خودت فکر می‌کنی آقا یادت میره مثلا سوال 1 چی بود، مثلا برای چی این تست رو زدم، برای چی مثلا جوابش این شده. متوجه شدم. بعد عرضم به خدمت شما یه مسئله‌ای که هست توی کتاب‌های کمک درسی، مثلا 1 درس 100 تا تست داره. چیکار بکنیم در حالی که مثلا 20 تا تست در نظر گرفتیم که خب باید 10 تا باشه؟ یعنی چی؟ یعنی که آقا 10 تا شد انتخاب میکنیم و از اول تا آخرش رو تست میزنیم. چرا این کارو کردیم؟ به خاطر اینی که هم یه تعداد معقولیه و هم از طرفی فراموش نمیکنیم. 30 تا تست رو با هم بزنیم طبیعتا یادمون میره که آقا چرا این تست رو من زدم، جوابش چرا این شده. و اگر تست‌ها زیاد باشن شما چیکار میکردیم؟ مثلا 100 تا تست باشه چیکار میکردیم؟ اون دورانی که خودم حقیقتا کنکور داشتم من یادم میاد که آقا اینجوری بود که مثلا 40 تا تست رو در نظر میگرفتم، حالا میزدم اون تستا رو. اول اینکه اصلا کل وقت تست زنی برای فقط تست زدنه میرفت، یعنی اصلا تحلیل نمیمونه، وقتی نمیمونه برای اینکه من ببینم آقا جوابو چک کنم، اگه نکته‌ای داشت بنویسم داخل دفترم، اگه به قول معروف. من خودم یادم میاد اون موقع‌هایی که تست میزدیم، خب آقا 40 تا تست 30 تا تست من در نظر میگرفتم و اوایلی که میخوندم. بعدن خب سرعت منم داخل تست زدن پایین بود دیگه، میومدم این 40 تا رو میزدم میدیدم آقا 2 ساعت رفت فقط برای حل کردنش. یعنی نه جواب رو رفتم دیدم، نه کلید رو دیدم، نه توضیحات رو دیدم، هیچی به هیچی. به نظر من این باید به قول معروف یک تعداد مشخص توی یک چارچوبی باید باشه. مثلا اینکه گفتی که آقا 10 تا بری جلو، به نظر من هم به پاسخاش میرسی هم به تحلیلش میرسی، حتی اصلا کلا میدونی که چجوری باید مدیریت کنی اون تایم تو. حالا نظر خود چیه؟ چجوری باید برخورد کنیم؟ ببین در رابطه با تایم که خب میشه تستای زماندار که در رابطه با اون قضیه صحبت می‌کنیم. آره یه مبحث دیگه است که بعد یعنی اینکه توی تستای آموزشی ما تایم اصلا مد نظر ما نیست، زیاد مهم نیست. خب اصلا شما فرایند مطالعه‌تون اینطوریه که اگر 30 دقیقه دارید
مطالعه میکنید 10 دقیقه باید برای درس خوندن بذارید، 20 دقیقه برای تست و چالش. هر چقدر توی چالش بیشتری داشته باشید، ذهن درگیر باشه برای حل مسئله، تو حافظت بهتر میمونه. و این حالا آزمایش و خطایی که اتفاق افتاده، حالا من اگر منبعش رو پیدا کردم براتون میذارم، اینکه گفته آقا اونایی که فقط مطالعه کردن نسبت به کسایی که تست زدن یا سوال کار کردن، اونایی که سوال کار کردن نسبت به اونها چندین درصد افزایش بازدهی داشتن و نتیجه بهتری گرفتن. خب گفتیم اگر تعداد تست ها زیاد باشه، خب از ضریب استفاده میکنیم، مثلا از ضریب 1 3 5 همینجوری میریم جلوتر که مثلا به هر نوع تستی برخورد بکنیم. یعنی ما مثلا از یک خط شاید 10 تا تست آورده باشه، خب مباحث دیگه میمونه و از اون مبحث دیگه تست نزده باشیم. ببینم درست متوجه شدم. یعنی مثلا خب تست های زوج رو میایم میذاریم، مثلا تست شماره 2، شماره 4، شماره 6 اینطوری میزنیم. بعد برنامه برای تستایی که مثلا میمونه چطور میشه اونجوری؟ اونا رو باید علامت بزنیم. اون تستایی که نزدیم رو منها میذاریم که نشون بده آقا ما این تستا رو نزدیم. اونایی که درست زدیم در کنار اون عدد سوال میزنیم. گزینه تست رو نزنیم چون قراره چندین بار اون تستا رو بزنیم. قرار نیست که اون تستا یک بار مصرف نیستن و اتفاقا باید بعداً هم اون تستا رو بزنید که ازش استفاده بکنید. اگر جواب درست زدین کنار عدد سوال تیک درست میزنیم. اگر غلط زدیم غلط میزنیم که بعداً باز مراجعه کردیم بگیم حتما این نکته‌ای داشته که من قبلا اشتباه زدم، ببینم آیا هنوز هم اون اشتباه رو انجام میدم، آیا تسلط به اون درس رو دارم یا نه. اوکی. خب حتما برای تست‌های آموزشی حتما 5 تا 10 تا تست رو ببینید قبل از اینکه درس بخونید و این باعث میشه که توجه شما جلب بشه. به فرض مثال وقتی یک مکانیک از یک خیابونی داره رد میشه، ازش بپرسین که چند تا کتابخونه توی سر راهت بود، طبیعتا شاید یادش نیاد، ولی ازش بپرسی که آقا ابزارالاتی و قطعات خودرو چند تا بود، دقیقاً بهت میگه آقا این عباس آقا بود، این احمد آقا بود، این گرون میفروشه. یکی از مباحث درس روانشناسیتونه. دقیقاً این کاملا مبحث روانشناسیه و کاملا علمیه این قضیه. میگم درس روانشناسی بچهای انسانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، آقا توی روانشناسی داشتیم، نمیدونم درس چنده ولی توی قسمت روانشناسی یادم دقیقاً این مبحث هست و این کاملا علمیه. خب بریم برای تست‌های مروری. تست‌های مروری چیه؟ برای یه تستای آموزشی هم یه نکته‌ای هست. حتما اول به کتاب مراجعه کنی، کتاب درسی. برید ببینید آقا جوابش تو کجاست. یعنی جواب تست رو یه راست نریم توی پاسخنامه نباید برید. اول برید ببینید توی کتاب چیه. این باعث میشه که آقا میزان تسلط شما از اون درس بیشتر بشه. بعد برید به قسمت کلید ببینید آقا چجوریه. بعد شاید شما روش پاسخی که پیدا کردید یک روش دیگه است و اون طراح سوال یه روش دیگه ای گفته. بعد برید پاسخنامه رو ببینید و روش جدید یاد بگیرید و این باعث میشه که آره به این شکل شما میتونید بهتر هم مهارت تستنیتون بره بالاتر، هم فرآیند مرورم میشه. دقیقاً. و این باعث میشه که شما چقدر جالب، چه ایده قشنگی بود. خب تست مروری چیه؟ خب از روش معلومه دیگه. شما خب الان پس شد که تست آموزشی تایم نداره و اینکه پاسخنامه کتاب در اولویت، بعد کلید، بعد پاسخنامه، بعدش پاسخنامه. خب بعدش 10 تا میزدیم. حالا میریم قسمت مروری. حالا مرور تست‌های حواستون باشه ما گفتیم تایم نداره، نشینید 2 ساعت برای تست آموزشی وقت بذارید. همون برنامه مشاور بهتون میگه که با چیکار کنید. هر پله 60 تا 70 دقیقه است. خودتون جمع بکنید دیگه چه خبره، چیکار باید بکنید. اوکی، تایم از دستتون در نره. تستای مروری آخر هفته ها قبل از آزمون براتون گذاشته میشه که ببینیم میزان تسلطتون به اون درس چقدره که برای هفته بعد ما برنامه‌ریزی بکنیم برای دانش آموز و هم و آزمون چقدر چند مرده حلاجی دیگه. یه تستایی داشته باشی که بتونی یک مروری از اون درس داشته باشی و خودت رو به چالش بکشی. تستای زماندار چیه؟ یه سوال بپرسم، توی این تستای مروری ما زمان برامون مهمه یا نه؟ تست‌های مروری خب ببینید تست‌های زماندار بعد از 1 ماه مشاور برای شما میذاره و تست زماندار و مروری تقریبا میشه گفت که 2 بچه 1 سکند، یعنی یک چیزن
یعنی همون تستای مروری میتونه بعد از 1 ماه تست زماندار شما باشه. آره، یا حتی همون تستای آموزشی میتونه به زماندار هم اتفاق بیفته. بعد از 1 ماه مشاور برای شما میگه آقا به ازای هر تستتون 1 دقیقه باید وقت بگیرید و تست بزنید. و آقا فقط حل کردن سوال مهم نیست، تسلط و میزان تسلط شما به اون زمان هم قیده و شرطه و شما باید حتما توی مدیریت زمان هم چیکار کنید؟ مهارت پیدا بکنید. یعنی آره. این طرح مشاوره یه جوری مدیریت زمان هم به بچه‌ها داره آموزش میده. دقیقاً. و خب هر چقدر بیشتر تمرین میکنید از اون 1 دقیقه میشه به 30 ثانیه برسه، 20 ثانیه، شاید توی 10 ثانیه شما تست بتونید بزنید. هر چقدر بیشتر مهارت تمرین بکنید طبیعتاً. بعضی از تست ها هستن که زمان دارن و اون زمان هایی که برای تستای دیگه باید بیشتر صرف بکنید، مثلا این تست رو توی 20 ثانیه زدید، 40 ثانیه شو بذارید برای یه تستی که خیلی زمان بیشتری میبره و این باعث میشه که شما بتونید قالب بیشتری توی تست ها داشته باشید و تسلط بیشتری داشته باشید. خب بعد تست های آزمایشی، دانش آموز پرسید آقا من آزمون‌های آزمایشی مثل قلمچی هر چیزی که هست، حالا تبلیغ هم نباشه، آره. کنکور چی کار کنم؟ اول که میخوام سوال رو حل بکنم کجا برم؟ چی رو نگاه کنم؟ آره، من یادم دورانی که حالا گفتی قلمچی، تاکید میکنیم تبلیغات نیسته ها. آره، ما جزء مشاوره نه، آره، نه قلمچی، نه ماز و نه هیچ مؤسسه دیگه‌ای، صرفا فقط تجربیات خودمون رو داریم میگیم. من دورانی که من خودم توی قلمچی که به قول معروف داوطلب اونجا بودم و دانش آموزشون بودم و تستاشون رو میزدیم، من یادم آقا یه دفترچه سوالاتی که به ما میداد 60-70 صفحه فقط سوال بود، یعنی صفحه بود و یعنی خودش یه کتابچه بود، یعنی در این حد دارم میگم، انقدر زیاد پراکنده. و من اون موقع مشاور نداشتم حقیقتا. خب و اینکه اصلا خیلی سردرگم بودم، نمیدونستم باید اصلا کجا رو بزنم کجا رو نزنم، اصلا دلیل این که مثلا آقا این قسمت رو میزنم اصلا چرا اینو میزنم چرا اون یکی نمیزنم. خب و اونجا اصلا من وقتی که دفترچه رو باز میکردم خب اصلا دیگه میموندم با چیکار، یعنی این 2 هفته‌ای که میخوندم خب همش برباد فنا میره، واقعا نمیدونستم با چیکار کنم. یعنی در موردش چیکار صحبت میکنیم ببینید چه جوریه. ببینید اولا در مواجهه با تست خب این میتونه استثناء هم داشته باشه. میگن که 50% جواب تو خود سواله. دانش آموز سوالو نخونده میره گزینه رو میبینه، خب بعد تیکم میزنه، اون قیدهای است و نیستی که داره یا اون فقطی که داره یا اون همیشه‌ای که داره توی اون سوال، آقا نگاه کن اون چیزی که داره رو حواست باشه که آقا میگه توی این گزینه کدام گزینه نادرست است، بعد میبینی آقا کدوم چیه نادرست است رو مثلا درسته رو پیدا میکنی همونو میزنی، در حالی که تو باید نادرست رو پیدا میکردی، 3 تا گزینهش درست بوده و عملا شما میافتین توی تله. پس باید حواستون به این قضیه باشه. یه نکته اینجا من بگم، حالا توی یه سری درس ها این قضیه دقیقا برعکسشه ها. مثلا زبان که خودم تدریس میکنم، خب توی قسمت های تست زنیش یا مثلا اصلا خود عربی توی امتحان نهایی این 2 گزینه هایی که داره، خب باید اول بری خود گزینه رو بخونی، متوجه میشه که آقا موضوعش چیه. توی زبان حالا مثال میزنم، یکی از گزینه ها رو توی عربی آره گزینه ها رو میخونی که یه ترجمه ای داشته باشی، یه ذهنیتی از چی داری. اکثرش هم تو قسمت قواعد ها داخل عربی که داریم صحبت میکنیم. توی زبان تو قسمت گرامر 100% توی تست زنیاشو، قسمت تست یا دارم تاکید میکنم بچه ها، قسمت تست های زبان. خب مثلا آقا گرامر داده و گفته آقا یه گزینه درست رو وارد کن یا یه گزینه رو بالاخره باید اونجا بنویسی. توی این نوع سوالات ما اول باید بریم به قول معروف گزینه رو بخونیم تا بدونیم آقا این تستی که من باش مواجهم در مورد زمان هاست، در مورد نمیدونم فعل، کلمات، چی میخواد از من، صفت، خب یا معلوم مجهول. خب بچهای 12 داخل زبان اینطوری معلوم میشه که اون تست در مورد چیه.
گاهی اوقات برعکسه ها. من از داخل گزینه ها متوجه میشم موضوع تست چیه. درسته. ولی بعضی از درس‌ها مثل روانشناسی، مثل حتی خود عربی هم این اتفاق داخلش میفته. یه جا مثلا نوشته که این خطا رو پیدا کن، یه جا هم مثلا گفته که مثلا یا نه مثلا یه سری تست‌ها هست گفته که کدوم گزینه مثلا ماضی داره، خب ما ماضی داره، خب ولی بعضی موقع نه، همین ما رو خب زیرش خط کشیده که به معنای خطا بودن اون سواله. این یعنی این که آقا منفیه رو باید پیدا کنی. خب یعنی نیست، به معنی نیست. در کدام گزینه مثلا ماضی وجود ندارد. متوجه چی میگم؟ بعضی موقع یه همچین اتفاقی میفته. منظور این که به قول معروف به صورت کلی یه جنبندی من از این قسمت اگه داشته باشم، بسته به اون درس بستگی داره، به درسی که داری مواجهی باش و داری باش به قول معروف سرکله میزنی اونجا. خب هر درسی عملکرد خاص به خودشو داره. یعنی من چه عملکردی با زبان داشته باشم خیلی فرق میکنه با عملکردی که توی درس روانشناسی دارم، توی درس جامعه شناسی دارم. و کلا هر درسی یه شخصیت خودشه، کاراکتر خودشه داره هر درسی که همه اینا رو ما صحبت میکنیم و پله به پله با مشاورین همه با هم دیگه در مورد اینا هماهنگی میکنیم و دانش آموز اصلا نگران این نباشن که آقا وای من زبانو چیکار کنم، وای عربیو چیکار کنم، وای مثلا جامعه شناسی اینجوری اونجوریه. اصلا هیچ نگرانی نباشید. اینجا آکادمی برنده باش قرار که بچه‌ها توی کامنت ها خیلی اصرار داشته باشن حتی داخل حتی دقیقاً داخل کامنت ها تمام مسائلی که براتون سواله حتما داخل کامنت ها بهمون بگین و قطعا در موردش ویدیو درست میکنیم. و بریم قسمت بعدی ببینیم چی شد. آزمون‌های آزمایشی گفتیم آقا در مواجهه با تست حتما سوال رو بخونیم. اصولا و غالبا این کارو باید بکنیم، حتما تا آخر تست رو بخونیم. آقا مثلا آقای رضایی گفتن 60 70 تا صفحه حالا اغراق کردن، اینقدرم نیست ولی خب میخوام سوالا زیادن تا آخر 30 صفحه ولی خودی بازم زیاده دیگه. شما تا آخرش رو بخون، تا آخرش ببین آقا سوال آسون هم پیدا میشه جواب بدی. من حوصله نداشتم حقیقت. بعد آموزی داره اینا مشاوری که ما داریم. آقا به حرف من گوش ندین، منظورم اینه که دارن شوخی میکنن. خب عرضم به خدمت شما تا آخر سوال رو نگاه کنید. آقا شاید سوال آسون هم تونستی پیدا کنی جواب بدی. واقعا از آسون به سخت که طراحی نشده. سوال اول رو میبینه کپ میکنه میگه ول کن دیگه، ریاضی رو نمیخوام بزنم. یا دقیقاً کاری که خودم کردم. نه متاسفم اینو تجربه ان دیگه. درس عبرتم. درس عبرت. عرضم به خدمت شما روش تقسیم جواب‌ها. چیکار باید بکنی؟ بعضی از سوالات تقریبا 3-4 تا سواله. یعنی مثلا درس‌های جامعه شناسی اومده گفته آقا تعریف این مفهوم چیه، کنش چیه، اجتماعی چیه، نمیدونم چیه. اینا رو آورده جواب‌هاشو دونه به دونه گذاشته. شما باید چیکار کنی؟ اینها رو قشنگ کات بزنی با خودکار، قشنگ مداد هر چی که داری. قشنگ من اینجا توی دفترم این کار انجام دادم. آره خب قشنگ این جواب این سواله خب که چندین قسمت داره. خب بعد این سوال 1 2 3 گزینه 1 2 3 4 جواب 1 2 3 مثلا اینا رو اومدم خط کشی کردم که متوجه بشم آقا این جواب اینا هن در رابطه با این قسمت سوالم و اگر اشتباه باشه کل گزینه رو خط میزنم. به نظر من اون سوالایی که نوشته به ترتیب داخل صورت سوال می‌نویسه به ترتیب کدام گزینه است. این حرکت رو اینجا باید بزنیم. آره دقیقاً. سوال‌هایی که جوابشون طولانیه این کارو می‌کنیم. بعد اینا رو خط کشی می‌کنیم و اگر دیدیم اینجاش این قسمت سوال اشتباهه ولی جاهای دیگه‌اش درسته، به خاطر اون اشتباه کل گزینه خط زده میشه. مثال درسی علوم فنون همچین شکلی داره، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا، مخصوصا جغرافیا و تاریخ خیلی پرکار برده این نوع تست ها که اینجا خیلی کمکتون میکنه. میتونیم به راحتی این تست ها رو بزنیم واقعا. و عرضم به خدمت شما آقا یک نکته، یک اشتباه داشت کل گزینه رو خط بزنیم. دوباره ذهنتون دوباره درگیر اون قضیه نباشه. اوکی روش تیک درست، ضبط و منها و قاف هم میتونی ازش استفاده بکنی. البته نون هم هست میتونی استفاده بکنی. کنار سوال بنویسه. تیک مثبت چیه؟ یعنی تیک درست. اونی که در کنار سوال زدی آقا من اینو درست زدم. تمام. بعد عرضم به خدمت شما ضبط چی میشه؟ ضبط آقا این سوالو من دیگه نمیتونم جواب بدم. بذارم برای بعد. خدافظ. خب
منها چیه آقا؟ اینو من هنوز جواب ندادم، حواسم باشه. قاف چیه؟ قابل حله. میتونی از این علامت‌ها بذاری دیگه، ولی وقت میبره. اونو بذارید برای آخر وقتتون که اضافه اومد بزنید، الان نذارید که به سوالای دیگه نرسید. مثل سوالهای چالشی ریاضی. آره دقیقاً. یا درس، هر درسی میتونه چالش داشته باشه. یا مثلا چیز مثل علوم فنون، قسمتی که وزن و عروض رو میاد کار میکنه، فکر میکنم گاهی اوقات یه همچین اتفاقی اونجا میفته که نیاز به زمان داره. آره وزن و عروض دیگه واقعا بعضیاشون. بعد یه چیزی که هست، کنترل زمان توی تست خیلی مهمه. استرستون رو بتونید کنترل بکنید خیلی خوبه. یه روشی که هست من استفاده میکنم برای کنترل استرس، 2 تا نفس میکشم. یعنی اول یک نفس، بعد یه نفس انتهایی میکشم. این باعث میشه که استرس من بریزه و دیگه استرس نداشته باشم. حالا میتونید از معنویات هم استفاده بکنید، یه آیت الکرسی چیزی بخونید که بتونید اطمینان قلبی داشته باشید. اونایی که معتقدن که باید اعتقاد داشته باشن، میتونی از این استفاده بکنید. و تمرکز خیلی مهمه. حالا ما در رابطه با تمرکز اپیزود 3 صحبت میکنیم که 30 تا 70% تو کار شما دخیله. یعنی شما تمرکز نداشته باشی من به دوستان و حالا دانش آموزان میگم، وقتی تمرکز نداری نخون، ذهنت مشوشه نخون. ولی ما برای اینم روش داریم ما که چجوری ما تمرکز و توجهمون رو جلب بکنیم. یعنی عملا شما پرکاری کردید، میرفتی بیرون بازی میکردی، بهتر از این بود که وقتتو تلف بکنی، خودتو اذیت بکنی و هیچی دیگه، هیچ فایده ای هم نداشته باشه. یعنی فکر کنم میشه یه ویدیو ساخت حتی وقتایی که حال نداریم چطوری درس بخونیم. آره اگر بچه‌ها کامنت بذارن و خیلی استقبال خوبی داشته باشه، حتما توی کامنت ها بگین بهمون. آره اینو ما حتما برای اپیزودهای بعدی لحاظ میکنیم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. مواظب خودتون باشید. اگر نکته چیزی باشه، به عنوان یه جنبندی بریم این قسمت رو، انواع تستا رو دوباره با هم دیگه یه جنبندی انواع کنیم. تستا ما تست آموزشی داشتیم که 10 تا وب میزدیم. بعد ازم خدمت شما اول جواب به کتاب، بعد کلید، بعد پاسخنامه. قبل از اینکه درس بخونیم 5 تا تست میدیدیم. تستای مروری خود مشاورتون براتون میذاره که قبل از آزمون یا هر آخر هفته است. بعد تستای زماندار بود. تست زماندار، تستیه که هر سوالی 1 دقیقه وقت میذارین و به مرور مهارتتون بیشتر میشه و بعد از 1 ماه مشاورتون براتون میذاره. تست آزمون‌های آزمایشی هم گفتیم آقا چیکار کنیم، چطور با آزمون مواجه بشیم، چطور تست بزنیم، روش تقسیم جواب‌ها رو گفتیم و روش تیک مثبت، ضرب در منها و قابل قبول. آره اونو گفتیم و در رابطه با کنترل استرس گفتیم و روش اون 2 تا نفس کشیدن که بتونیم استرسمون رو کنترل بکنیم. پس شد این 3 تا نوع تست. اوکی، مواظب خودتون باشید. حتما ویدیو رو لایک، کامنت و حتی به دوستانتون معرفی کنید، شیر کنید ویدیو رو و توی ویدیوهای بعدی میبینیمتون. ایشون رو هم آنفالو کنید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.